بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت سوم رو من با احادیث دیگه شروع میکنم. اول بس بگم که شما میدونید که حدیث ثقلین رسول اکرم فرمود بعد از من دین من به 73 فرقه تقسیم میشه، فقط یک فرقه اهل نجاتن. من شما برادران سنی میپرسم اگه قرار باشه که اینجوری نیست، اون یه دونه سنی باشن، کدوم از فرقه شماست؟ بیان به من ثابت کنید. بیان حقانیت ابوبکر، عمر و عثمان رو به من ثابت کنید. نمیتونه، حتی مولویای شما هم نمیتونه، چون همچین چیزی نیست. کتابای خودتون کفر اونا رو ثابت کرده، ایمانشون رو ثابت نکرده، از جنگا فرار میکنه، خودش خیلی خیانته. آیه داریم که خداوند اینا رو لعنت کرده. خدا عمر گفته من چنان از جنگ احد فرار میکردم مثل بز کوهی از کوه بالا میرفتم. خب دیگه از این بیشتر چیه؟ همین یه دونه کافیه که اصلا شما دین سنیه بذارید کنار. البته شیعه اصلی سنیه، ما که سنت پیغمبر رو اجرا میکنیم. شما سنی ها که اگه تو کتابای خودتون رو بخونید که متاسفانه نمیخونید، ابوبکر و عمر احادیث رسول خدا رو جمع کردن و آتیش زدن. این چطور سنت اهل سنته؟ آیات قرآن رو تغییر دادن، ندبه رو حرام کردن، در صدق خدا حلال کرده و در زمان عمر اجرا میشد و دختر خود ابوبکر ندبه میکرد و یکی از صحابه مهم شما از راه ندبه به دنیا آمد. چطور شد که عمر در آخر خلافتش گفت جبرئیل دروغ میگه، حرف من درسته؟ خب این برخلاف خدا صحبت کردن خودش گناه نیست؟ خودش کفر رو نمیرسونه؟ حالا تنها یک دونه از کارهایی که عمر کرده ابوبکر کرده است. عثمان شما که قرآن رو آتیش زد. بریم خجالت بکشید. توی آمریکا که یکی خواست قرآن آتیش بزنه، شما سنی رو ریختون تو خیابون. یکی از مولویای خودتون بپرسیم که خب عثمان که تمام قرآن رو آتیش زد، چرا ما برای اون نباید مخالف اون باشیم؟ ببینید شما متاسفانه تو دین اسلام کتابخون کم است، چه شیعه چه سنی. من قسم میکنم اگه هر سنی، حالا من میگم عمری، سنی که نه، عمری یا ابوبکری کتاباشو بخونه بدون اینکه غرور داشته باشه، بدون اینکه با دل پاک بخونه، محال ممکنه سنی بخونه. چون اصلا یک دونه حدیث خوب درباره ابوبکر و عمر و عثمان نیست. شما نگاه کنید در قدیر خم 100,000 نفر مشاهده کردن که رسول خدا امیرالمومنین رو به خلافت رسید. اولین کسی هم که بیعت کرد عمر بود، ولی بعد از مرگ رسول خدا 10 روز بعدش همه فراموش کردن، سر مقام رفتن و هم دیگه پریدن مثل سگای حال و کسی نبود به جز امیرالمومنین و دخترش، دختر رسول خدا که غسل کفن رسول خدا را نقطه بگیره. خب این خیانت هست یا نه؟ این بی احترامی هست یا نه؟ وقتی رسول خدا میخواست وصیت بنویسه، عمر برایش گفت این نمیدونه چی میگه. رسول خدا که نبی اکرمه، هیچی نمیگه، بهش این هزیان داره میگه. خب این بی احترامیه. و رسول خدا گفتش که همتون از خونمون بریم بیرون. خب به آیه قرآن مراجعه کنید، اونایی که رسول خدا از خودشون برانن کافرن. با همون شرف رسول خدا اینا رو از خونه بیرون کرد که بریم بیرون. شما یک دونه حدیث نداریم که رسول خدا از اینا تعریف کرده باشه، آیه‌ای درباره اینا اومده باشه. در صورتی که آیه زیاده درباره امیرالمومنین. یکی از اینا که خداوند فرموده فقط خدا، رسول خدا و اون کسی که در حال نماز به فقیر چی میداد؟ انعام میداد، صدقه میداد. همه کتابای شما نوشتن شخص امیرالمومنین. یک دونه سوره، یک دونه آیه پیدا کنید درباره عمر گفته باشه. هست لعنت خدا بر عمر و عثمانه که از جنگ ها فرار میکردن، لعنت خدا بر عایشه و حفصه است در سوره انعام، سوره تحریم. شما بریم بخونید، حدیثاتون هم بخونید، درست مچ میکنید، درست یک جوره.
اصلا شما قرآن اگه بدون حدیث بخونید اصلا چیزی متوجه نمیشین. بخونید ببینید چیه. این هم طلحه و زبیر شما که شما میگین صحابه آدم خوبی هم که عثمان شما خودشون رو کشت و عایشه که به امام زمان خودش حمله کرد. این گفته رسول خدا که فرمود هر کسی بمیرد و امام زمان خود رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. من شما سوال میکنم که امام زمان خانم عایشه کی بود؟ و عایشه باز چی کار کرد؟ به عثمان که حمله کرد، به امیرالمومنین که حمله کرد، جسد امام حسن که تیرباران کرد. خب این جاهل مرده یا نمرده؟ کارهای زشتی که خانم عایشه میکرد. غسل جنابت به مردا یاد میده. این کتاب خودتون هست. و این طلحه شما که نظر بد به عایشه داشت، همه عایشه که شما میگی نصف دین از اونیا گفته بود که اگر رسول خدا میمیره من با عایشه ازدواج میکنم و رسول خدا را ناراحت کرد که آیه اومد بعد از رسول خدا زنهای پیغمبر حق ازدواج کردن نداره. برای این را بخونی. این تازه یک ذره از اون چیزایی که من میگم اگه میخوام بگم تا صبح باید صحبت کنم. یک چیزی خوب به شما درباره ابوبکر و عمر عثمان نداری. ابوبکر اصلا وضعش خراب. اون هم از معاویه و یزید حرومزاده و یزید که با مادرش مرجانه خوابید، ابو سفیان و مأمون و اینا همه آدم‌های خیانتکاری بودن. هرچی ما از دینمون داریم که الان داره آبرو ما میره از طرف سنی است، نه طرف شیعه. ما امیرالمومنین داریم که دنیا بهش میباله. دنیا میگه وزیر جنگ امور خارجه آمریکا فرمود، گفتش که شما نمیدونم چرا کشورهای مسلمان این همه ناراحتی هست در امیرالمومنین دارن ولی این هم مشکل دارن. شما یک جمله از عمر رو هم بگین تو تمام کتاباتون که به درد بشریت خورده باشه. یک جمله از ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه 20 نداریم. تنها حرفی که عمر زد گفتش که اگه دستشویی سرپا دستشویی کنید برای مقعدتون خوبه. آخه این گفته است. اینم نماینده خداست. اینم از طرف پیغمبر که انتخاب نشد، خودش انتخاب کرد. ابوبکر انتخابش کرد. ابوبکر کی انتخاب؟ خودش انتخاب کرد. مردم انتخاب نکردن. اینا خسبیه. لعنت خدا بر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و ابوجهل، ابو سفیان، یزید، همه اینا. من نمیگم کتابا خودتون میگه. باورم نمیکنید بریم بخونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.